که شنیدید صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلوده استادیوم دقایقی پیش در ساختمان خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دیدیم نمونه بارز و آشکار مخالفت با آزادی بیان هستش. بله. ساختمان خبر مورد هدف قرار نگرفت. آزادی بیان، صدای حقیقت، صدایی که صدای زنان، مردان و کودکانیه که در روزهای اخیر به شهادت رسیدند در واقع مورد هدف قرار گرفت. دشمن صهیونیستی باز هم دچار خطای محاسباتی شد در مورد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. اگر